سلام دوستان، امروز اومدیم تفاوت آب شرق با آب دستگاه تصفیه رو توسط دستگاه الکترولایزر با هم بسنجیم. این آب دستگاه تصفیه، اینم آب شرق. خب هر دوی این لیوان رو اینجا میذارم. اینم دستگاه الکترولایزر. چند دقیقه باید صبر کنیم یا چند ثانیه حتی، برای اینکه تفاوت این دوتا آب رو به وضوح خودتون با هم ببینید. اگه دقت کرده باشید تو لیوان سمت راستی که آب شهره به تدریج لجن‌های داخل آب و املاح سنگین آب داره میسوزه و میاد روی آب، ولی توی لیوان سمت چپی که آب تصفیه است تغییر محسوسی ما مشاهده نمی‌کنیم. دقت کنید داخل لیوان چی داریم می‌بینیم.